تشکر دوستان. خب در پولیزی که دوستا از علم گفتن، هنر گفتن، از تئاتر گفتن و خواهی شد که در رابطه با سایت ها چیزی گفته شد. بله. که سایت خودش در این شرایط اینترنت میگیم. اینترنت با سایت تازه هم فرق داره. در آغاز بسیاری اشتباه میکنن. اینترنت با سایت یکی میدانن. اونطور نیست. قبل از اینکه سایت تولد شود اینترنت بوده. با اشکال مختلفش. خود تلفن یک اینترنت هست. فاکس ارتباط هست. انتقال یک. بله. پیش از اینکه ما از سایت بگوییم یک مقدار خوب است که باید بفهمیم که اینترنت خودش چی است و بعد از سایت چی است. اینترنت باید ما بزرگترین سامانه بدانیم که تا کنون انسان تانسته بوده طراحی، مهندسی و اجرا کنه. و در اواخر سال 1960 بود که همین سامانه گام نخست خود گذاشت. یکی چی انگیزه باعث شد که اینترنت به میان بیاید. انگیزه چی بوده که اول همکاری بود، دسترسی البته چند سویه به منابع و مهارت‌های محاسباتی بود. گپ مهم بود در زمان با خصوص کار فیزیکدان‌ها و همچنان اینا می‌خواستن که امکان به وجود آمدن کار در زمینه‌های بین‌الرشته‌ای علوم و مهندسی را به میان بیارن. در سال 1990 است که در اول سال 1990 است که خود اینترنت به مثابه یک شبکه همگانی و جهان شمول وارد کارزار میشه. ببینید در فاصله بسیار کوتاه زمانی میتونه که اینترنت یا تمام فعالیت‌های بشر و انسانی وابسته شده به اینترنت یک فاصله کوتاه به یک پیمانه وسیع متأثر میشن. تمام سایر علوم، فنون، هنر بالاتر از این خو امیل میشه که ما خودش سرآغاز یک دوران تاریخی نوین حساب بکنیم. با خصوص سرآغاز دوره نوین برای نحوه تفکر انسان بوده. ببینیم که فکر انسان چقدر تکامل کرد. که تانسته با چنین چیزی دست بیافت. بعد از وقت می‌بینیم که آیستا خوبی که بیشتر سر از این نمی‌ریم سر گپ‌های تخصصی ازی که چی است و آدرس ازی چگونه است و چگونه به فضا میره. سرویس دهنده‌اش که از سرویس گیرنده‌اش که از کارهای تکنیکی است که اگر کنم وقت دوستا لازم دیدن میشه مفصل‌تر ازش بحث بکنیم. در رابطه با وبسایت در این رابطه هم دانشمندان فیزیک سخت علاقه‌مند بودن کاری کنن که اگر بتونن مطالعات خود و فرآوردهای علمی خود در یک جای یک فایل جا ذخیره کنن و این قابل انتقال باشه. در اون وقت به نام سر یا مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا بیشتر سر از این کار میکنه که بتونن چنین موفقیت را به دست بیارن. بالاخره موفق میشن. یک دانشمند به نام تیم رزمی او اولین وب میسازه. اول یک برنامه نوشته میکنه و بعد از اون وب میسازه. مراحل ابتداییش است این کار میکنه تا بالاخره انکشاف میکنه، پیش میره و امروز میبینیم که ما در زمان سالی که اینا این کار کردن که سال 1990 بود در حدود در آخر سالم 130 سایت بیشتر نبود. ولی حالا که ما مراجعه میکنیم میبینیم به فضا با میلیون دانه سایت وبلاگ است. یکی وبسایت است، یکی وبلاگ ها معمولا یک صفحه هستن، وبسایت ها داره صفحه مختلف هستن. خود وب اصلا خودش چند صفحه متصل با هم است، مثلا دیجیتالی که اینا از خود یک صفحه اصلی دارن و روی یک سرور اینا استوار میباشن، سوار میباشن و این آوی یا در برگیرنده صدا، متن، تصویر میباشن. به این خاطر این اگر متن نمیگن خود وبسایت. خوشبختانه جامعه افغانی هم به این دستاورد بزرگ بشری که بیشتر گفتیم که واقعا یک گام نوی تاریخی است، گام نوی تاریخی است در مجموع کار بشر و در فکر بشر. افغان هم به این دسترسی پیدا کرده. یک چیز قابل ذکر است که ما بگوییم چون افغانستان خودش مراحل بسیار بزرگ دانشی اگر دوست ما فرهود که ما موافق باشه او سپاری نکنه.
ما بعد از قرون وسطا اونم کمر شکن شدیم که قوی ترین مسئولش مولانا هست. بعد چیزی نداریم. مولانا کسی بود که رنسانس شروع کرده، ولی می‌بینیم که پروسه میمونه. و بعد از اون ما دوران روشنگری ندیدیم، دوران رنسانس مکمل جا ندیدیم، روشنگری ندیدیم، دوران اطلاع‌گرایی ندیدیم. مدرنیسم و حال پست مدرنیسم است. تازه دیگه آمده ولی بسیار گپار تیر نکردیم. و اون قشری که میتونه چیزی بکنه و مهاجر شده. در غربت اگر چتر فرهنگی قوی که خود نداشتی، پیشینی قوی پشت نباشه و پشتوانی فرهنگی و علمی هم برای خود نداشته باشی، کار کلان کردن نمیتونی. مشکل است. و دیگه جامعه متشدد هستیم، پراگنده هستیم. رشته جناب فرمود گفت که ما پراگنده هستم که خودش یکی از درهای پست مدرن است. ولی ما روزگار متشدد و پراگنده ساخته و روشنفکر ما کم نفس هم شده. خود غربت تاثیر میگذاره سر از اینکه ما نتونیم کار بسیار بزرگ و وسیع انجام بدیم. یک بدبختی دیگه است که ما کار بزرگی که روشنفکر ما بکنه، اگه غلط نکنم، تولید اندیشه است که در این رابطه یک مقدار میلنگه. یا اگه در توانش داره جرأتش نداره، او ایده که جرأت میکنه همین استطاعت و توانمندی و ظرفیتش نداره. در حال توقع ما ایست از کسایی که دستن در کار اینترنت و سیستم سایت و وبسایت ها و وبلاگ ها هستن که اینا کار را بکنن که بیشتر جهت رشدیابنده داشته باشه، از جهت تقلیدی شکل بکنن، کوشش کنن کار بسیار کوچکانه است، خودشون مبتکرشن، خودشون خلق بکنن. شاید در اول ناقص باشه، کمبودی‌های وجود داشته باشه. تشکر محترم. غنی شده میره. بله. تشکر از شما. اگر واقعا اینترنت صورت بسیار زیادی به بشریت به میان آورد، از این یک واقعیت مسلم است، ولی اگر شما برملا بسازین به جوانان عزیز و دوستایی که مصروف اینترنت هستن، پیامدهای منفی از لحاظ اقتصادی اجتماعی آیا در اینترنت وجود داره؟ اگر داره برملا بسازین که دوستا متوجه از اون پیامدهای منفی باشه. یک چیز فراموش نکنیم که امروز جهان ما جهان تجارتی است. جهان سرمایه است و گردش سرمایه در هر جایی که بتونه سود ببره او را از خود میسازه و زمینه رو شامل میسازه. اینترنت هم یک از مثال است. شما اگر اینترنت برید بیش از اینکه در پالی از اینکه صدا دعا مقاله مفید است، دعا مطلب غیر مفید هم است، حتی منعرفی هم است. امروز زیادتر کوشش شده که یکی که پیمانه بسیار وسیع اینترنت استفاده میشه برای مسائل تجارتی، چون کارش دیگه با مسائل فروش پیدا کردن، مسائل بازی هاست، مسائل سکس و پورنو که اینا یاد کردن. اگر یک آهنگ ببینید حتما در پولش 10 تا فیلم پورنو هم میبینید. و خود جوانان رو به طرف مصروف ساختن یکی از برنامه‌هایی است که بعضی کشورها بعضی سازمان‌ها پیشروی خود دارن که جوانان نمیگذارن که مسائل اساسی که برای ساختن وطنش است، برای فرا گرفتن دانش بیشتر است، ولی بسته به خود جوان است. جوان خودش چی میکنه؟ خودش باید فکر کنه و ساختارهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی و ساختارهای مدنی که است اینا کمک کنن جوانان، ساختارهای فرهنگی که داریم جوانان را کمک کنن، خانواده را کمک بکنن. اینترنت مفید هم است برای خانواده اگر توجه نکنن مضر هم است. یک طفل میره پشت کامپیوتر میشینه، میتونه که هم خود هویت خانواده را، داشته هایشان، حساب بانکیشان همیشه به کس روان میکنه. حالا خب معمولا حساب داد و گرفت بانکی هم از طریق اینترنت میشه. راحت شده برای کمپانی‌هایی است که اگر برش از طریق اینترنت کار نکنی یا نامه مکتوب نمیپذیره. اقتصادی است برش تا نامه روان کنه. بنابراین ایجاب میکنه که برخی فیلترها داده شود و این کار بسیار وسیع فرهنگی رو میخواد با جوانان ما. کار مثلا ساده نیست. جوانان ما خودشون هوشیار هستند، هیچ شکی نیست. ولی شبکه‌هایی که تجارت میکنن سری کار ما هوشیارتر هستند. شما اگر متوجه باشین که چقدر وسایل بازی فروش دارن. از یک طفل کوچک تا یک مرد جوان در خانه‌اش پشت کامپیوتر بازی بکنه. اینو ما باید متوجه باشیم که نه نقش و رسالت خصوصا ساختارهای که برای مسائل فرهنگی کار میکنن، مسائل علمی کار میکنن، از اینا است که اینا باید تکسا بتن، نوشته ها بتن. تشکر ببخشید. آیا اینترنت پیامدهای منفی صحی داره نداره؟ اگر زیاد با اینترنت مشغول باشی؟ افراد در هر حالتش مرض تکلیف بار میارن.
خود افراط در هر چی باشه، در خوردن، در دیدن، بله. در مطالعه زیاد افراط هم بله. قرار و می‌گیره. خاصتا که حالا دانشمندا کشف کردن بله که کسایی زیاد گیم میزنن یا زیاد معتاد شدن به نام احتیاط کامپیوتر رو برنده که خودش یک مرض معتادی روانی کامپیوتر است. یا اینترنت. مرض روانی تشخیص بله. کردن که نوعی از دپریشن پیشرفته است که مردم معتاد میشن و این خودش دپریشن مدرن است به حساب با دیگه. خلوت گرایی را به وجود میاره و تو عوض از این که با آت و عیالت بشینی علاقه داری که در پشت کامپیوتر کامپیوتر باشی. یک گوش نقطه. نشید بله. نقطه دوم که ما فراموش نکنیم که وقت کم است که سر جنبای هنری صحبت میکرد که خود اینترنت امروز یک منبع گسترش و توسعه هنر است. بله. شما سینما را کوچک میکنید دمی شیشه میارین، بله شعر گالری های نقاشی را دمی شیشه کوچک میارین، هزاران هزار جلد کتاب شعر دمی شیشه کوچک میارین. انوسی وقت نداشت سر پالتاک صحبت میکرد که کنفرانس ها و سیمینار های علمی و هنری را شما میتونین در اینترنت بیارین. یعنی خود اینترنت نقشش به عنوان یک تکنولوژی دیجیتال در توسعه هنر امروزینه بسیار زیاد است و مردم ما خاصتا جوانای ما اگر بتانن از این در مورد توسعه هنر همون گونه که در عرصه علم استفاده میکنن استفاده شود بسیار مفید خواهد بود. تشکر از شما استاد محترم سیاوش که در این شام فرنگی با صحبتایتان شام فرنگی ما را غنیتر و رنگینتر ساختین. خوش هستیم که در امشب با ما جوانی که در اروپا بار اول در فیلم هنری که با دایرکت محترم کریم تمیر ساخته شد به نام گل محمد درمامد و به شکل اکادمیکش در هالند هنر سینما و تئاتر تحصیل کردن. در کنار ما تشریف دارن محترم جمشید جمشیدی که در فیلم گل محمد درمامد به نام لالا قادر بود. اشتباه نکنم. در مورد هنر سینما و تئاتر اگه چیزی گفتنی داشته باشین و از آقای کریم تنویر هم خواهش میکنم که در لابلای صحبت جمشیدی بعد صحبت‌های از او اگر چیزی علاوه بکنن کامرا در اختیار شماست. تشکر. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و با کسب اجازه از اساتید محترم که در اطراف نشستم و کمتر از که در مورد سینما و یا هنر سینما و تئاتر صحبت میکنم. به هر حال اتفاق است که افتاده به این معنا که یک چند کلمه ای را در رابطه با هنر سینما و تئاتر باید بگوییم. البته هنر سینما نمایش به نظر من اگر بگذاریم از تعریف اکادمیکش و علمیش به نظر بنده هنر سینما نمایش ناگفته های نهفته در عمق اجتماعی ماست، در عمق هر اجتماعی است. اگر وارد عمق یک جامعه شویم فکر میکنم که میتونیم ببینیم، میتونیم درک کنیم، میتونیم بشنویم و میتونیم ببینیم. البته سینما ادامه می تعریفش واقعیت دردهای اجتماعی، واقعیت دردهای بشری، رابطه های اجتماعی، شناخت انجانها و ناانجاری های اجتماعی و بیان ارزش ها و نفی غیر ارزش ها. یک تعریف است که من خودم پیش خود صدا تعریف کردمش. البته که امکان از این وجود داره که یعنی امکانش وجود داره چی که امکانش به وجود آوردن به این شکل که سیاستمدارا دست به دامن سینما و کارهای تمثیلی زدن و حتی درگیر زدبندهای سیاسی هم شده است که با وضوح میتونیم ببینیم در سینمای هالیوود یا سینمای بالیوود و زیاد توجه نکردیم درش، ولی در سینمای هالیوود میبینیم که سیاستمدارای او کشور
به شکل از اشکال بیان سیاست های خود را و از یک جهت سلطه‌گری های خود را و به اصطلاح واقعیت هایی که در جهان سوم به وقوع پیوسته و به شکل زیرزمینی که ما متوجه نشدیم، مردم جهان سوم متوجه نشدن متاسفانه، به اونا به شکل آشکارا، به شکل نمایش در نگاتیو بر ما نشان میدن که این سلطه است. محترم جمشیدی صاحب، اگر شما سینمای کشور ما را در داخل و خارج نقد بکنید در مجموع، نکات بارزش چی خواهد بود؟